با سلام خدمت همراهان عزیز، با یه سری آموزش ها از پلتفرم های مورد استفاده در فارکس در خدمتتون هستم از چارت نگار. امروز میخوام یک آموزشی داشته باشم از پلتفرمی به نام جی فارکس. امکاناتی که داره هم از تریدینگ ویو که تحت وب هست امکاناتش خیلی بیشتره و هم از متا تریده. حالا به مرور که جلو میریم مشخصات این پلتفرم رو براتون عنوان میکنم و همچنین نحوه نصب و راه اندازی این پلتفرم. از اونجایی که کشورمون ایران تحریمه، استفاده از این پلتفرم به صورت کار کردن ریل برای ما غیر ممکنه. برای همین ما میتونیم از دموی این پلتفرم برای تحلیل هامون روی چارت ها استفاده کنیم. در مرحله اول وارد این سایتی میشیم که به ما یک ایمیل فیک میده. سایتش این هست. وقتی که این سایت رو باز کنین صفحه باز میشه که اینجا بهتون یک ایمیل رو میده. شما این ایمیل رو باید از اینجا، از این قسمت کپی کنین. بعد از این کار وارد سایت خود جی فارکس میشین به نام داکاسکوپی که در واقع یه بانک در سوئیس هستش که این پلتفرم رو داره. وارد قسمت لاگین میشین. در قسمت لاگین قسمت حساب دمو و از این قسمت پلتفرم رو دانلود میکنین. دانلود پلتفرم از این قسمت هست. بعد از اینکه دانلود پلتفرم انجام شد، در قسمت اوپن دمو شما یک حساب باز میکنین. اینجا نامتون رو مینویسین و اینجا لاست نیم. اینجا هم این ایمیلی که در این قسمت کپی کردین در اینجا پیست میکنین و شما باید شماره تلفن و یک کشور هم در اینجا ارائه بدین که از این سایت فیک نامپر، از اینجا شما شماره تلفن و یک کشور رو انتخاب میکنین. اینجا مربوط به UK هست. شماره تلفن ها اینها رو کپی میکنین، یک کدوم از اینها رو. در این قسمت باید حواستون باشه اگه اینجا کشور هرچی بود باید شماره ها هم بر همون اساس باشه. یعنی اینجا اگر انگلستانه، اینجا هم باید حتما شماره های انگلستان رو کپی کنین در این قسمت که ما این مراحل رو انجام میدیم. من وارد کردم فیلد ها رو و در اینجا این دکمه رو فشار میدم. برای من بعد از اینکه گفت با موفقیت آمیز انجام شد، برای من توی اون ایمیل فیکی که باز کرده بودم یک ایمیل اومده در این قسمت که اینو باز میکنم. همونطور که میبینیم اینجا به من یک کد کاربری داده و یک رمز که بعد از اینکه پلتفرم از اون قسمتی که بهتون گفتم دانلود کردیم، این کد کاربری و رمز رو در اون قسمت وارد میکنیم. پلتفرم که دانلود شد روی اون کلیک که میکنیم و نصب که میشه این صفحه براتون باز میشه. در اینجا این کد وارد میشه و در قسمت پسورد هم که این رو وارد میکنیم و شما اینو بدونین که بعد از این صفحه اسکرین شات داشته باشین که اگر یک وقت این لاگین و پسورد پرید بتونیم با مراجعه به اون عکس 2 مرتبه وارد بشین و معمولا این 2 هفته بیشتر اعتبارش نیست. بعد از 2 هفته اطلاعات 2 مرتبه از بین میره و شما 2 مرتبه باید با استفاده از همین راهی که بهتون گفتم، با ساخت ایمیل فیک و شماره تلفن فیک 2 مرتبه یک اکانت فیک جدید بسازین. در صورتی که از فیلتر شکن استفاده میکنین ممکنه که این اتفاق نیفته و این یک حساب دموی دائمی براتون باشه. ولی اگر که از فیلتر شکن استفاده نشه، چون متوجه میشن که با آی پی های ایران وصل میشین، این بعد از 2 هفته از کار میفته. ولی باز هم نگران تحلیل هاتون روی چارت ها نباشین. فکر نکنین که چون جی فارکس پاک میشه بعد از 2 هفته لاگین و پسوردتون از بین میره، تحلیل هاتون هم از بین خواهد رفت. من یک روشی رو در نرم افزار براتون ارائه میدم که نگران این موضوع نباشین و اگر هم لاگین و پسورد از بین رفت باز هم دسترسی به اون تحلیل های گذشتهتون داشته باشین.
و اما در پلتفرم به این شکل من لاگین و پسورد رو این دوتا رو وارد کردم و دکمه لاگین رو میزنم. کمی باید منتظر باشیم تا نرم افزار باز بشه. نرم افزار باز شد به این شکل. وقتی که باز میشه ما یه سری تنظیمات و تنظیم بک‌گراند، تمپلیت هایی که میخوایم داشته باشیم و به دلخواه میتونیم اینا رو انجام بدیم و به این شکلی که الان براتون توضیح میدم شما میتونید صفحه رو بزرگتر داشته باشین. این قسمت که به طور پیش‌فرض براتون باز میشه با این تیک میتونین اون قسمت رو حذف کنین. این پایین رو میتونین حذفش کنین. این قسمت هم به این شکل. این قسمت هم حذف میکنیم. اگر صفحه دارک دوست دارین که از همین صفحه، اگر نه که از این بالا میتونین از این آیتم ها استفاده کنین. همونطور که بهتون گفتم اگر بخواین تنظیمات بک‌گراندتون رو عوض کنین، رنگ کندل ها رو عوض کنین، همه اینا قابل امکان هستش. از این قسمت یه سری تنظیمات هست. مثلا شما از اینجا میتونید رنگ بک‌گراندتون رو عوض کنین. بعد از این قسمت شما میتونید رنگ کندل هاتون رو تغییر بدین. بعد دیگه هر کدومش آیتم های متفاوتی داره که میتونید بررسی کنین برای ساخت یک تمپلیت مناسب. ما از اینجا بک‌گراند و رنگش رو سفید میکنیم. به این شکل میشه. بعد اگر که شما این صفحه رو بخواین سیف کنین و داشته باشین، از این قسمت سیو تمپلیت و یک اسمی براش انتخاب میکنین و دکمه سیو رو میزنین و از اون به بعد شما هر وقت بخواین که صفحتون بر این اساس باز بشه، یعنی شما یه صفحه جدید باز میکنین، باید حتما روی ست از دیفالت باشه که هر وقت جی فارکستون رو باز میکنین روی همون تمپلیتی که سیف کردین روی اون باز میشه از این به بعد. بعد از خصوصیت خیلی خوبی که جی فارکس داره، از گذشته های خیلی قبل تا کندل های تیک ثانیه رو هم بهتون نشون میده. بالفرض الان این چارت یورو یو اس دی ما تایم روزانه میریم. تایم روزانه این قسمت رو میخوایم تا 1 دقیقه یا تا 10 دقیقه میخوایم این قسمت رو ببینیم. همونطور که میدونیم تو تریدینگ ویو به این شکل نیست. وقتی که شما این قسمت رو مد نظر دارین، این قسمت رو مارک میکنیم. وقتی شما این قسمت رو مد نظر دارین و میخواین در تایم خیلی پایین ترین رو ببینین، 2 مرتبه نمودار رو از همین اول میاره و شما باید برگردین و کلی راه رو برگردین که به اینجا برسین. ولی توی جی فارکس به این شکل نیست. الان ما وارد 1 ساعت میشیم. صبر میکنیم لود بشه. همونطور که میبینیم اون قسمت رو در 1 ساعت برامون آورد. و حتی میتونیم یه قسمت از اینجا رو مشخص کنیم. این رو همینجا بگم اگر بخواین یک کدوم از اینها به عنوان فیوریت هاتون باشه، این ستاره ها رو میزنین و این بغل براتون یک لیست آماده میشه. بالفرض ما این تیکه رو میخوایم توی تایم پایین تر ببینیم. رنگ ها هم از اینجا تغییر میکنه. از اینجا پررنگ تر یا کم رنگ تر میشه. از این قسمت اون خط دور اون شیپ رو برای ما تغییر میده. اینجا پهناش رو به ما میگه. اینجا میگه که به شکل خط چین باشه یا به شکل خط راست یا هر کدوم از اینها. از این آیتم ها میتونیم استفاده کنیم. حالا ما این قسمت رو میخوایم در تایم پایین تر ببینیم. در تایم بالفرض 5 دقیقه. همطور که می‌بینید در تایم 5 دقیقه همون تیکر نمودار رو برای ما نشون میده.
خوبی این پلتفرم اینه که تا تایم تیک هم به ما نشون میده. اگر شما بخواین یک بازه زمانی دیگه که تو این محدوده ها نیست، مثلا اینجا 1 ساعت هست 2 ساعت نیست، 2 ساعت رو بخواین اضافه کنین، از قسمت ادمور این قسمت رو ساعت میکنین و 2 ساعت رو انتخاب میکنین، به این قسمت اضافه، اپلای، اوکی، و 2 ساعت هم اضافه شد. هر تایم فریمی که بخواین از این قسمت پس میتونین اضافه کنین. اگر تایم تیک میخواین، تایم دقیقه میخواین، هر کدوم رو بخواین میتونین اضافه کنین به قسمت بازه های زمانیتون. قسمت های دیگه از نمودار رو براتون توضیح میدم که هر کدوم از اینها چه استفاده های ممکنه داشته باشه. این قسمت تمپلیت رو براتون عنوان کردم. این هم برای تغییر دادن رنگ کندل ها و بک‌گراند و این مسائل بود. از این قسمت شما میتونید نمودارها رو با هم مقایسه کنین. بالفرض این نمودار یورو یو اس تی، شما میخواین اینو با یه نمودار دیگه مقایسه کنین، انتخاب میکنین و این نمودار رو براتون میاره. و اگر بخواین ورش دارینم به این شکل تیکش رو برمیدارین. شما ممکنه روی نمودار خطوط مختلفی کشیده باشین به این شکل و بخواین در یه بازه‌ای، در یه تحلیلی که دارین، این خطها میخواین نباشه، کلید کنترل دی رو که فشار بدین تمام خطوط رو براتون مخفی میکنه و با فشار دادن 2 مرتبه این کلید تمام خطوط برمیگردن. خیلی وقتا هست وقتی که جی فارکس رو نصب میکنین و باز میشه، احتمالاً یک سری خطوط این پایین وجود داره. شما با فشار دادن این دکمه میتونین این خطوط رو حذف کنین. الان چون ما بک‌گراندمون روشن هست اون خطوط دیده نمیشن. اینو که بزنین خطوطی که این پایین، نمودارهایی که این پایین هست حذف میشن. یه مزیت خیلی خوبی که جی فارکس داره، شما میتونین در تایم های خیلی پایین هم بدون اینکه هزینه ای پرداخت کنین میتونین بک تست بگیرین با استفاده از این قسمت که به شکل ساعت شنی هست. شما میتونین بک تست بگیرین. بک تست بگیرین به این شکل، این دکمه رو میزنین و نمودار رو میاریم از اون قسمتی که میخوایم بک تست روش انجام بشه. بالفرض ما میخوایم از این قسمت نمودار رو از اینجا میخوایم بک تست انجام بشه، اینو میزنیم و این دکمه پلی، میبینیم که کندل ها داره زده میشه، با این سرعتش اعمال میشه. شما میتونید حتی در همین حین به تایم های پایین تر هم برین. اینم تایم 1 ساعتش، تا تایم های خیلی پایین تر میتونین برین و بک تست رو انجام بدین. آیتم دیگه ای که داره از این قسمت، این تیکه این قسمت رو که بزنین روی هر کندلی که وایستین مشخصات رو بهتون میده. مشخصات این کندل رو که تاریخش که زمانش که بوده، باز شدن و بسته شدن و موارد دیگه شو کاملا اینجا براتون نشون میده و با زدن دیزیبل اون قسمت 2 مرتبه مخفی میشه. اینجا هم از ابزارهایی که میتونین استفاده کنین، تکست داره، میتونین روی نمودار چیزی یادداشت کنین. از این قسمت فیبوناچی ها هستن، خطوطش رو میتونین ترسیم کنین و اینها هم یه سری از الگوها که میتونین رسمشون کنین با استفاده از اینها روی چارت. این رو هم مد نظر داشته باشین. اگر این دکمه قفل اینجا روشن باشه شما چارت رو نمیتونین بس بالا و پایین تکونش بدین، ولی وقتی این قفل باز باشه چارت به بالا و پایین هم حرکت میکنه. از این قسمت هم که هر ارزی رو که بخواین سرچ میزنید، دسته بندی کرده تمام این مشخصات رو. وقتی هم که این نوار ابزاری که برای خودتون درست کردی مخفی شده بود، با این 2 مرتبه بر میگرده. سعی کردم تمام موارد مهمو توی جی فارکس به طور خلاصه براتون بگم. اگر مطلب مفید و مهم دیگه هم بود در ویدیوهای بعدی حتما براتون لحاظ میکنم.
امیدوارم از آموزش این پلتفرم راضی بوده باشین و بتونین اونو در تحلیل هاتون ازش استفاده کنین. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.